یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم، از همسران شما، از فرزندان شما کسانی هستند که دشمن شما هستند، برحذر باشید از اونها. وقتی که تو به خاطر همسر خودت حکم الله متعال رو نادیده میگیری، وقتی به خاطر کسب رضایت همسر خودت ظلم میکنی و ستم میکنی، وقتی به خاطر به دست آوردن دل فرزند خودت تو و به خاطر آماده کردن نیازهای او حلال رو از حرام تشخیص نمیدی، وقتی که همسر تو رو از راه الله متعال باز میداره، وقتی به خاطر همسر خودت صله رحم رو قطع میکنی، وقتی به خاطر همسر خودت دست به گناه دراز میکنی، وقتی به خاطر دفاع از فرزند خودت حلال و حرام رو نادیده میگیری، ظلم میکنی و تعدی میکنی، این موقع دیگه این فرزند تو دشمن توست، اون موقع دیگه این همسر تو دشمن توست. هر همسری و فرزندی که انسان رو از الله متعال دور بکنه، سبب بشه که انسان در برابر الله متعال معصیت بکنه و گناه بکنه، انسانی که فرمان الله متعال رو نادیده بگیره، انسانی که دستورات الله متعال رو نادیده بگیره به خاطر فرزندش، مصلحت فرزندش یا مصلحت همسرش و خواسته فرزند و همسرش، این همسر و این فرزند عدو لکم، دشمن اوست، این فرزند و این همسر دشمن اوست. الله متعال در این آیه من تو میفهماند حتی به خاطر عزیزترین افراد زندگی خودت که فرزندان تو هستن، که همسر تو هست، حتی به خاطر اینها هم نباید حکم الله متعال رو نادیده بگیریم. حتی به خاطر اینها، بقیه که به طریق اولا، به خاطر دوستانت، به خاطر رفیقانت، به خاطر قومت، به خاطر طایفت، به خاطر اطرافیانت که به طریق اولا نباید این کار رو بکنیم، حتی به خاطر همسرت و حتی به خاطر فرزندت نباید اینها تو رو از راه الله متعال باز دارن. ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم، مواظبشون باش. اما اگر انسان اشتباه میکنه، اشتباهی کردن، اشتباهی از اونها سر زد، خواسته نامناسبی از اونها دیدی، ولی با اونها با تندی برخورد نکن. و این تعفو، از اونها عفو بکن، اونها رو از اونها بگذر. و تصفحو، و چشم پوشی کن. اگر عفو کردید اونها رو، چشم پوشی کردید و تغفروا، برای اونها مغفرت خواستید و اونها رو بخشیدید، فان الله غفور رحیم، الله متعال بسیار بخشنده است، بسیار مهربان است. مواظب باشید که نه پدر فرزندان و همسران شما رو از راه الله متعال دور کند، نه به اونها ظلم بکنید، با اونها آنگونه‌ای که شایسته است رفتار کنید، اونها را اشتباهاتشون رو درگذر بشید، چشم پوشی بکنید، ببخشید، اونها رو راهنمایی بکنید. اما جاهایی که حکم الله متعال میاد، خط سرخ الله متعال رو به هیچ قیمتی رد نشید، مرزهای الهی رو به هیچ قیمتی نادیده نگیرید. انما اموالکم و اولادکم فتنه، فرزندان شما و اموال شما وسیله آزمایش شما هستند. الله متعال مالهای شما رو و همچنین فرزندان شما رو وسیله برای آزمایش شما قرار داده تا شما رو آزمایش بکنه. الله متعال ما رو آزمایش میکنه با فرزند ما، الله متعال ما رو آزمایش میکنه با اموال ما، آزمایش های مختلف در شرایط زندگی مختلف. انسان باید در این آزمایش ها سربلند بیاد. والله عنده اجر عظیم، اجر بزرگ و عظیم نزد الله متعال است. اینطور نشه که به خاطر مالتون، به خاطر فرزندتون فکر میکنید که اجری پیدا میکنید، اینجا پاداشی پیدا میکنید، اگر این کار رو انجام بدید مالی گیر شما میاد، اگر این کار رو بکنید فرزند شما در آینده به درد شما خواهد خورد. نه، این کار رو نکنید. هر آنچه که مخالف دستور الله تعالی است کنار بگذارید. مال شما و فرزند شما وسیله آزمایش شماست. مواظب باشید که مال و فرزند شما رو به گناه نکشانند. والله عنده اجر عظیم، که اجر عظیم نزد الله متعال است و نه در مال شما و نه در فرزندان شما و نه در همسران شما.